سلام. امروز میخوایم با کانال فارسیت همکاری داشته باشیم. با سونیا بریم بیرون یکم تولید محتوا کنیم و اینا. شما رو به خودم همراه میکنم بریم اتره کنیم. چی میخوایم بگیریم؟ خب شیطون باید باشه نه؟ نه سناریوش چجوری بنویسیم؟ مثلا من خیلی سفت اینجوری باید میسم. مثلا من بهتون میخوام پوز بدم ای بابا سونی چرا اینجوری میکنی؟ درست وایسا. آره بعد تو مثلا میتونی بگی یا همونی که گفتی این ویژگی رو داشته باشی بلا 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 بعد من میام بگم، یا میتونی بگی یه ذره شیطون باش بعد من میگم انداخت و یا مثلا یه ذره دلربا باش میگم شامانت. اینجوری هم معنی رو میفهمن هم دیگه معلمی نمیشه. آره ولی هی بعد تصویر بر جون بابا امروز میدونی داشتم چی فکر می‌کردم؟ من آماده شدن رو بیشتر دوست دارم تا کارهایی که میخوایم بکنیم. یا سونیا چه آهنگه؟ آهنگ تنهایی مشکم واقعا میشینی پشت ماشین اینجا؟ تنها اونم تو ماشین. وای چند دقیقه راهه؟ اینجا تفاوت موزیک این آهنگه رو بابا میدونستن که آهنگایی گوش بدن. ما مشکل ایده برای ساختن ویدیو هیچ وقت نداریم، یعنی قشنگ میدونیم چی درست کنیم. مشکل لوکیشن داریم. هر جا بلد بودیم تا الان رفتیم و تو خیابون هم زیاد ویدیو گرفتیم. اگه لوکیشن باحال میشناسیم ما بریم. اگه غذایی باشه تازه ویدیو هم براتون میذاریم بهتون میگیم خوب بود بد بود. آره دقیقاً همینطوره. یا ما تو کافه ایم یا تو خیابونیم. یه تکراری شد. تو ساختمونم سونیا. آره. ما دوست داریم برای شما جذاب بمونه، نمیخوایم هی تصویر هر روز تازه باید بشه دیگه. خودمون رو انداختیم توی این مسیر باید تلاش کنیم. آره دیگه واسه شده. با این چیزو دیدی یه نفر تجاوز کرده تو روز کرونینگسا تو آمستردام. نه ویدیوش پخش شده. به کی تجاوز کرده؟ یه مرد به زنه. تجاوز بوده قشنگ تو خیابون. بعد گرفت یه نفر رو بهش مشکوکن که گرفتن. اون پسره دیگه رو دیدی؟ سر مامانشو بریده رفته تو خیابون. نه اینو تو از کجا می‌بینی؟ یه علاقه عجیبی به جرم و جنایت خودم انجام بدم، ولی به شنیدن داستانا اینجوری خیلی دارم، چون من طرز فکر اینجور آدما برام خیلی جذابه. خیلی دوست دارم ببینم چی تو مغزش میگه. ولی پسر هلندی هم بود. یه پسر هلندی چیکار کرده؟ سر مامانشو بریده، گذاشته تو ماشین رفته بیرون، بعد گرفتن. چه قلباشون چقدر. آره اصلا حرام بود. بعد بخون بذاری تو ماشین، گذاشته تو ماشین رفته بیرون. نمیدونم کجا گذاشته میاد. بوق بذار، اگه داستان واقعیشو خواستین به ما بگید، ما میتونیم راجعش یه پادکست براتون درست کنیم. تو ببین تموم شد، ما فقط در حال درست کردن دیگه همه جا صدای ما رو قرار بشنوین، یوتیوب، اینستا، تیک تاک، اسپاتیفای هم قراره به زودی بیان. رسیدیم پاک کنیم ببینیم که چه خبره. ولی فکر کنم نور و ایناش هم خوبه به خاطر اینکه شیشه هاش همه چیزه شیشه نور از بیرون میاد. وای خیلی خوشگله. واقعا صبح زنگ زدم من که فیلم نیستم پیشم نمیاد. بعد الان از تو بگیرم که مثلا اولش میخوای بگی که یه خبر خوب براتون دارم. میام میشینم خب بعد با اینکه یه خبر خوب براتون دارم. الان نمیگم واسه نوشیدنی میاد با من صحبت کنیم. بعد نوشیدنی تو رو میذارم جلوی انگار اونا نوشیدنی من میگم خب چیرز اوکی فلان اینجوری. آره خیلی خوب. آره خیلی خوب. خیلی عالیه. خب گوش تو. اوکی مشکل نیست. خیلی خوشگله. این چون تکیل من هر میشه نگاه میکنم که توش تکیلا داره همونه ولی من مارتینی هم خوب دوست دارم. آره من دوست دارم. مارتینی هم بد نیست. سویتی هم همیشه مارتینی. اصلا تکیلاییه. جوونی هم با هم میگم. پیر شدی. تموم شد. آره بخور.
با تو. من با هر کی میرم ویدیو بگیرم میگم میشه ویدیو از من بگیرم. من نمیتونم ساعتتو بگیرم. خب اول اینا نباشه. آره اول اینا نباشه. همه دارن به من نگاه میکنن بابا. اشکال نداره بابا، مهم نیست. داری میای هر روز نشستی دم صندلی یه خبر خوب دارم. اوکی 1 2 آره عالی 1 2 3 صبر کن ببخشید. یه خبر خوب دارم واسهتون. بیا بشینیم با هم. ولی قبلش یه نوشیدنی سفارش بده. ببینیم چطور شد. یه خبر خوب دارم واسهتون. خب چرت بزنیم ولی آره. خیلی دوره. یکم بعد بخور. بذار بخوریم. احساس میکنم امروز قرار مست از اینجا بریم. هوای مست کردنه. 1 2 3 خب بگم کلنم 6 جلسه است. 4 نفر واسه هر کلاس بیشتر جا هست. اگه اطلاعات بیشتر میخواید من پیام بده. ظرفیت من. خب خسته نباشید. شما خسته یکم ویدیوهامونو گرفتیم. از تو ویدیو عکس بگیریم. قیافم نمی‌کنه. یکم ویدیوهامونو گرفتیم. یه دونه نوشیدنی دیگه بخوریم بریم یه لوکیشن دیگه. لوکیشن اینجا واقعا قشنگه. اینجا واقعا خوشگل بود. آره. دفعه دیگه به اسبوش برسیم. آره واقعا هم خوشگل بود. یکم از توش گرفتم اولی که داشتیم می‌زدیم. خودم نیستم توش تویی فقط ولی خیلی قشنگه. آخرا ما رسیدیم به لوکیشن ساختمون سونیا. همین جای سیوه. هم نورش خوبه، همین که راحت میتونیم هر چی نیاز داریم و برداریم و داشته باشیم. نظرت چیه صبح؟ خیلی زحمت کشیم ما. الان وایسادیم فقط به خاطر اینکه ماشین بره. برگشتیم هرکی سر کار خودشه و من ویدیو کوکنوفتو توی توی یوتیوب هم آپلود کردم. بعد دیگه کارمون رو انجام بدیم و دیگه من پاشم برم سمت خونه. خب امروز هم تموم شد. خسته نباشیم کنارم حالا دیگه بعد بشینیم ویدیوها رو ادیت کنیم آپلود کنیم. مرسی که کنارمون بودین. فالو کنید، زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید. بابا ببینیم بفرستیم واسه دوستاتون. آره تا بیشتر ما فعالیت کنیم انرژی بگیریم. ماچ بهتون. خدافظ.